سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه جواب تحفه. غلام مصطفی احمد هستم از چنل یوتیوب وقت میدیا گروپ. امروز آمدیم به پارک شارنو تا از هموطنان ما سوالات خود داشته باشیم. امیدوارم از برنامه ما لذت ببرید، با ما همراه باشید. سلام حاجی صاحب، خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ سلام علیکم، تشکر، خیر ببینید، زنده باشه. اسم ما حاجی حفیظالله صالحی است، یکی از باشنده ولایت فاریاب هستم ولی حاضر در کابل زندگی ماده میشه. بسیار خوب حاجی صاحب، سوال داریم ما. اگر جواب داد تونستین از طرف برنامه ما براتون تحفه داده میشه، اگر جواب دادن نتونستین شما باید برای ما یک شعر بخوانید. تشکر، خیر ببینید، اگر جواب دادم خوب، اگر ندادم خیر، اگر شعرم بس تو چی میکنم. صحیح حاجی صاحب، سوال دینی کنیم یا سوال ذهنی؟ سوال دینی کنیم. حاجی صاحب، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چند سال پادشاهی کرد و توسط کی به شهادت رسید؟ حضرت عمر 10 سال خلافت کرد، پادشاهی که بالاخره از دست غلام خود به نام ابولولو به شهادت رسید. بسیار تشکر حاجی صاحب، زنده باشین، بخیر باشین. این هم یک شعر هم اگر بگین خوش میشه. میگه بلوی تربت من دست درازی مکن که هنوز آه آتش من شرر باقی است. بسیار عالی، بسیار عالی حاجی صاحب، بسیار تشکری. هم تحفه است که آداب و اخلاق مسلمان است. تشکر از طرف برنامه ما فضل این مطالعه میکنیم، با حق شما هم حق تمام مردم مسلمان افغانستان دعا میکنیم. بسیار تشکر حاجی صاحب، تشکر که وقت گرانبهایتان به ما دادید. خداحافظ. سلام ورور، خیر صحت دیگه ده؟ و علیکم سلام، څنګه تاسو ښه جوړ یې؟ ډیره مننه ورور، ستاسو ښکلی نوم؟ نوم خنزله کریمي دی، د خوست ولایت اسماعیل خیل اوسیدونکی یم. ډیر ښه ورور، موږ سوالونه لرو، دینی دي او تاریخي دي او ذهني دي. کومه تاسو نه پوښتنه وکړو؟ او ذهني به ځین چې اوس لپاره صحیح یو نور هم کولی شي، خو ذهني برخه لږ زه او دې سره صحیح ده ورور. سوال مو دا ده چې هغه څه شی دي که ډک وسیږي ګرځي، که تش سي و نه ګرځي؟ او چې ډک وسیږي ګرځي او چې تش وي نه ګرځي، درېدلی وسیږي. دغه به فکر کوم سطح خو نه دی. نه، چې ډک وسیږي ګرځي او چې ډک نه وسیږي نه ګرځي، درېږي. نه ګرځي، درېږي. والله څه ووایم، تاسو ویلی شئ؟ پوه نه سوې؟ نه شوم پوه، فکر مې وکړو خو پوه نه شوم. داسې ده، بوټ ده، بوټونه، چپلقې. او اوس به موږ ته یا یو شعر وایې یا یوه ټوکه به کوي. یو بیت درته ووایم. صحیح ده. او چې هم په دې هم په هغې جهان به ته یې، که زړه دا و نو د زړه ارمان به ته یې. واه، ډېره مننه، ډېر ښایسته ورور. زیاته مننه، تاسو هم مننه چې تاسو موږ څخه مرکه وکړه. ډېره مننه، خوشحاله خیر اوسې ورور، مننه له دې نه چې ګران وخت موږ ته راکړ. ښه وخت، خدای په امان. سلام علیکم برادر محترم. اسم بنده اسم کنیش که در کوچه در تمام برای میگن و نام چی سقی و سقیمه، محمد زیور، ازمرای، زمرای، بدیالای، زبیر. به این نام ها در بخشای امنیت داخله و بعض کشور بعض سپاه حراست یا به این نام ها من بشناسم. بسیار خوب حاجی صاحب، ما 3 رقم سوال داریم، تاریخی، دینی و ذهنی. کدام سوال ازتان پرسان کنیم؟ تو تاریخی تو چیز بعد چی است، افتخارات است، مثلا افتخارات 7 ثور است یا 8 ثور است یا 9 ثور است، میگن بعض از رژیم‌ها تغییر تبدیل شده یا بعض واقعات بزرگ است از قبیل که جهان کفار ادب قرار دادن. این تاریخی است و قدر چیز ما خودم گنجایش نداره که بر شما تشریح کنم. بسیار زیاد چیز در خودم در وضعیت به حساب چی قرار ندارم که ما بر تو بشینم که با مفصل یا بر تو چیزی بر چی کنم، بیان کنم یا قصه کنم. بعد اگر چیزی شما پرسان میکنین چی میکنین، شو باید گفتار ما شاید به خود قطر ریلی باشه، چیزی که به حساب بدوش ما بود برای با چی اهالی محترم چی جهان اسلام میره تقدیم کردیم. حاجی صاحب، سوال دینی ازت کنیم؟ بله بفرمایید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چند تا دختر داشت؟
چند تا دختر داشت؟ 3 تا 4 تا داشت. نامایشون؟ نامش بی زینب بود، رقیه بود، ام کلثوم بود، بی فاطمه بود، همه بود. بسیار عالی، بسیار تشکر حاجی صاحب که وقتتان برای ما دادین. این هم تحفه است که 40 حدیث است برای بهترین اومد. 40 حدیث است، این هم از طرف برنامه ما برای شما تحفه است. تشکر از شما هم حاجی صاحب. دادم میتونیم یگان شعر برای ما میگین حاجی صاحب؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. با وقت صبح قیامت سر ز خاک بر آرم، به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم. ایران بزرگوار، شخصیت بزرگوار وقتی که خود نیویورک هدف قرار میداد، دیدم هدف قرار دادن ایران ریلوی کرده بودن. بسیار عالی، بسیار تشکر حاجی صاحب. تشکر حاجی صاحب. خداحافظتون. خداحافظ. سلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستی؟ صحت خوب است؟ سلام علیکم. سلام بخیر. اسم مبارکتون؟ اسم مبارک عبدالمالک. بسیار خوب حاجی صاحب، ما سوالات داریم. سوالات دینی است، تاریخی است و ذهنی است. کدامش ازتان پرسان کنیم؟ اسم شما میبینید. سوال دینی کنیم، صحیح است؟ درست است. اگه جواب دادن نتونستین برای ما یک شعر میخوانین و یا هم یک فکویی میگین. صحیح است؟ حاجی صاحب، سوال ما این است که آب زمزم در وقت کدام پیغمبر به وجود آمد؟ آب زمان در وقت ابراهیم السلام. بسیار خوب، بسیار تشکر حاجی صاحب. جوابتان درست است. این هم توفیق که از طرف برنامه ما براتون داده میشه. اگر یک شعر هم برای ما بگوین بسیار خوش میشه. تواضع نکویان را سرفرازان را نکوست. تواضع از بنگتاب است، سرفرازان را نکوی. گدا اگر تواضع کند خوی است. بسیار عالی، بسیار عالی. بسیار تشکر حاجی صاحب که وقت گرانبهایتان به ما دادین. خداحافظ.